3 راه عالی برای شروع سال نو. 1. با قدردانی شروع کنید. برای کسانی که در مسیر زندگیتان کنار شما بودند، حمایت کردند یا حتی با چالش‌هایشان باعث رشدتان شدند، شکرگزار باشید. قدردانی قلب شما را آرام می‌کند و به زندگیتان نور می‌بخشد. 2. با مهربانی شروع کنید. با یک لبخند ساده یا یک حرف دلگرم کننده می توانید روز کسی را زیباتر کنید. مهربانی نیرویی دارد که هم دیگران را خوشحال می کند و هم شادی را به زندگی خودتون باز می گرداند. 3. با بخشش شروع کنید. دشمنانتان را ببخشید. خشم را در دل خود نگه ندارید. چرا که این خشم فقط به شما صدمه می زند، نه به دیگران. بخشش روح شما را آزاد می کند و قلبتان را سبکتر می سازد. براتون سالی پر از شادی، موفقیت و آرامش آرزو می کنم.